سلام به همه، من آرمین هستم. دوستان، موضوع این ویدیو ما در مورد انتخاب فریم پهپاد FPV ما هستش. چطوری میتونیم انتخابش کنیم؟ اگه ویدیو رو لایک کردین ادامه‌شو میتونیم ببینیم. اول از همه میخوام توضیحاتی در مورد فریم بدم که فریم چیه دوستان. فریم اسکلت درون یا همون پهپاد ما هستش که تمام قطعات رو خودش حمل میکنه. اگه اینو چه فهمیدیم میتونیم انواع مختلف فریم رو بهتون بگم. دوستان، اول از همه باید به خودمون بگیم که چه مدلی قراره پرواز کنیم. اگه میخوایم حرکات آکروباتیک یا آزاد بزنیم یا مثلا سرعتی پرواز کنیم، نمیدونم ویدیوهای سینماتیکی بگیریم، یا مثلا میخوایم از طبیعت اینجور داستانا فیلم برداری کنیم و یا مثلا مستند بسازیم، باید بدونیم که چه مدلی قراره فیلم برداری کنیم و واسه اون باید انتخاب کنیم که چه مدل فریمی بگیریم و چه مدلاش خوبه. دوستان، بیاین 4 مدل از فریم اصلی پهپاد FPV بهتون بگم. اولیش فری استایل هستش. دوستان، از اونجا که از اسمش معلومه، فری استایل یعنی حرکات آزاد و آکروباتیک. اگه دوست دارین حرکات آزاد و آکروباتیک انجام بدین، معمولا توصیه میشه که فریم فری استایل انتخاب کنین که 5 اینچ هستن تو بازار و به راحتی میشه پیداشون کرد چون زیاده. بعد دوستان، موقع انتخاب فریم حتما یادتون باشه که زیاد جستجو کنین که یا پرسجو کنین که ببینین چه مدل فریم های تو بازار ایران پیدا میشه، که چون این سند خیلی مشهور نیست تو کشورمون، واسه اون زیاد فریم های پیدا نمیشه که بتونیم هر موقع کرش کردیم، تصادف کردیم، بتونیم های شکسته رو جایگزین کنیم و اینجور داستانا. من خودم موقعی که میخوام فریم بخرم معمولا 2 یا 3 تا میخرم که هر موقع مثلا یه جایی بازوش شکست در ضد عوضش کنم و بتونم به کارهای خودم رسیدگی کنم. دوستان، نمیتونم به شما فریم معرفی کنم چون تو ایران یه مدل فریم مشهوره، یه ماه دیگه یه مدل فریم مشهوره و معلوم نیست چه و کجا چه مدل فریمی رو بتونیم پیدا کنیم. واسه نمیتونم فریم بهتون معرفی کنم. همونطور که گفتم، موقعی که من خودم فریم میخرم 2 یا 3 تا میخرم که اگه کرش کردم یا تصادف کردم جایگزین کنم، دیگه تو بازار الاف نشم که اگه هم پیدا نکردم کل فریمو بندازم آشغال و ستاپمو دوباره تغییر بدم. دوستان، فریم دومی یا همون مدل دومی ما ریسینگ هستش. ریسینگ دوستان برای مسابقات استفاده میشه که خیلی بدنشون خیلی مقاوم تره. دوستان، یادم رفتم بگم جنس تقریبا همه فریم ها از فیبر کربن استفاده شده و مقاوم تره نسبت به تصادف اینجور داستانا. و دوستان، مدل های ریسینگ خیلی زیاد مقاوم هستن و حتی سبکتر از دیگر فریم ها هستن ولی یه نقصی داره که نمیشه روش دوربین نصب کرد. از اسمش هم معلومه واسه مسابقه طراحی شده و زیادی چابک هستن که هر مدل هر جا که خواستی بتونی در جا حرکات رو تغییر بدی و اون مسیر رو ادامه بدی. دوستان، سومین مدل از فریم ها فریم سینووپ هستش. دوستان، معمولا دیدین شاید تو اینستا یا شاید هم حضوری دیده باشین، چون سینووپ که میگیم آواتا 1 و آواتا 2 که از شرکت DJI که بهترین تولید کننده پهپادهای صنعتی و فیلم برداری هستش، خودش 2 مدل تولید کرده و به بازار عرضه کرده که سالهای سال هم تقریبا میشه 5-6 سالی شده که آواتا 1 اومده بود. تازگی هم این سال 2024 آواتا 2 رو معرفی کرد. دوستان، سینووپ ها معمولا چون محافظ ملخ دارن در جاهای سرپوشیده و جاهایی که زیاد شاخ اینجور داستان است به راحتی میتونن پرواز کنن چون محافظ ملخ دارن و شاخه ها اینجور داستانا مانعش نمیشه و حتی در جاهای سرپوشیده به خاطر اینکه مثلا به سقف یا بغل دیوار اینجور داستانا یا به شخصی برخورد کنه که خسارت جانی و مالی برش داره، به تجهیزات برخورد کنه، واسه اون زیادی تو جاهای بسته استفاده میشه ازش. دوستان، یادتون نره که موقع پرواز در جاهای بسته اگه خونه خودتون تو خونه کلا پهپاد FPV توصیه نمیشه که پرواز بدین. اگه خواستین یه لحظه تست کنین یا مثلا یه سیروی هست که میخواین روز پرواز کنین، اگه انسان‌های زیادی هستش حتما مجوز پروازتون رو بگیرین، چون اگه یکی بگه که شکایت کنه ازتون دیگه
تموم شدنی نداره این ویژه. تجهیزات چه میره هیچ، خودتونم الله بلنج داره از این جور داستانا. دوستان مدل 4 از فریم های ما لونگ رنج هست. دوستان لونگ رنج ها معمولا 7 اینچ و 10 اینچ هستن، تو بازار زیاد دیده میشه، تو بازار جهانی میگم. ایران لونگ رنج ندیدم واقعیتش، نمیتونم دروغ بگم. دوستان لونگ رنج ها معمولا برای مستندسازی و پرواز کردن در جاهای مثل کوه ها و اینجور داستان استفاده میشه، چون بزرگتره، ملخاش هم بزرگتره، کنترلش در مواقع شدید بادی و اینجور داستانا بالاست، خاطر اون زیاد در طبیعت استفاده میشه. و دوستان لونگ رنج ها مسافت خیلی طولانی رو میتونن طی کنن، چون باتریشون خیلی آمپراشون خیلی بالاست و میتونن دورتر و دورتر برن نسبت به فری استایل و سینوپا. دوستان یادم رفت اینم بگم که یه مدل فریم دیگه هست به اسم تانیبو. دوستان تانیبوپا از 1 و 2 اینچ هستن که معمولا با باتری های تچ سل یا 2 سل کار میکنن، که تانیبوپا معمولا در خانه ها استفاده میشه. بعد این که مثلا با سیمولاتور تمرین کردیم و آماده شدیم میتونیم از تانیبوپا استفاده کنیم. دوستان مواظب باشین که به گلدن های مامانتون برخورد نکنه که نشینه بعد چیز نشینه، با من اختلاف نیفته. دوستان سینوپا خیلی سبک و گوگلی مگولی هستن، ولی یه بدی داره که باتریاش خیلی کم پیدا میشه دوستان و گرونن. چون ایرانیم تحریمیم از همه جا. دوستان من خودم اگه از لحاظ خودم بخواین فریم های سینوپا و فری استایل بهتون پیشنهاد میکنم، چون زیادی تو ایران میتونیم پیدا کنیم. بعد هر موقع خواستیم پرواز کنیم یادتون نره که مجوز بگیرین، یادتون نره که این کانال رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین. تا ویدیو دیگه پیس.